جیگیری سروک هفپیمانیا نشتیمانیا کرد لسوریه درباری روشا سوریه بگشتی و باندورا روشه لسردوزا کردی آخوی و گوت که گلک سدم هبون که در انجام کریزا سوریه لسر کردستان سوریه نرینی بون. به تایبتی روشا عفرینه که پیاده برپرسیاره یکیه دبر روشا عفرینه ده. دکتر عبدالحکیم بشار جیگیری سروک هفپیمانیا نشتیمانیا کرد لسوریه را گهاند که پیاده برپرسیاره دبر در بازبونا ترکیه جبو عفرین روجاوای کردستان جبر پیاده سیاستا پککه لعفرین پیرو دکر و پککه لجم امریکا دلیسته ترور دیه و به تو آوائه کی تو دولتک رازی نابه پککه لنزیکی سینورن وی هبه. درباری وگر لشکر روج جبو روجاوای کردستان دکتر عبدالحکیم بشار گوت که حتی وکنها آلیه بفرمی لدیجی وگر لشکر روژه جبو روجاوای کردستان پیادهیه. درباری آواکرنا نافچه آرام جیگیری سروک هفپیمانیا نشتیمانیا اپوزیسیون سوریه گوت که لگوری اماجیان نافچه آرام بسرپرشتی امریکا و ترکیه ویوره آواکرن و ارکال سر آلین کردی لگوری پیشهاته نو ده هفکیشه نافچه آرام ده سیاست بکن. هر وها دکتر عبدالحکیم بشار گوت که بریاره پیاده درباری نافچه آرام نه ده دست ویده و اگر روشا سوریه به تمامی وره چاره سرکرن ویدمه بهتر سرکرده پیاده جهوان روجاوای کردستان نامینه و وگرنه جهه کجی هاتنه و آلی گرو اندام پیاده و وگرن مالین خواه به که تو دستکفتک جبو کردان وره تومار کرن.